امروز بهر شما اکسپریمنت میکنیم چای‌های نوینکای کمپانی فبرلیکا. سه نمونه چای نوینکا برآمدگی که الان که من نچنایش خوردم گندم تا سخت یوردم کرد. واسه باید بار دیگه تا پیش چشمش تیار میکنیم مینوشه مزهشون قاب میزنیم و درباره چی خیلان برای چی فایده و ضرر دارن. گن سر میکنیم ای چای تراونوی زبور ویتامین زریات. میگفتیم هر یک چای در عقبش ای چی تیار شدگی همش نیستگی. و فایده های ایره اگر ما بخونم آدمی چای نمیخوردگی چای خور میشه. با یکمش چای های کمپانی فبرلیک همشون ای چیستی اوریجینال نی علافای کوهی تیار شدگی و تمام ویتامین ها را دارن. این نوع همین چایی که برای تراونوی ویتامین زریات نویسته هاست تیار کنیش نشان میتیم. انا کوز ما درباره این معلومات میتیم. با دقت گوش کنید. آدم هم قوت میدادای، آدمی بی قوت با قوت میکردای، خونی غف سیمورا تنگ میکردای و هنگامی که تنبلی بولود غلبه میکنه هیچ چیز نمیفوره، همون قوت میتیا بولویی ایمونیته مستحکم میکردای. از صابینا در انمی فصل زمستون برای ما چقدر قوت میبخشیده. بیاین یک چایی میکنیم، یا معمولی استفادهش نکردم، لیکن من فقط نچنه به استفاده بودم برای که شب وقتی که خواب میرم، بسیار خوابی هر کار میبینم و سحر میخیزم که بود ما کن کلام کردگی باشم، بیفره عصبم بیرون میخیزم. همش پاکتیکو انا میخوام محکم کنم که عجل میدارم و با عجل اینا میخوام پاکتیکو جوش دادم. سراز بوی با مزه برآمده گفتیم که هم بعضی میوه های خشک کردگان در درونش داره. خیلی میکنیم یک بار سراز میگه گلام هست هم چیزی که باور کنید میدونی هست درونی خوش هم هست. خلاصه گنده باش خوشبو این بیرم کدیست خوش ببینید. او تفلی فبرلیک. بسم الله الرحمن الرحیم. ای باید من یک قاشق شماده دستات چنای برای که استکانی ما مایده که استکانم ای فبرلیک قاشق چشم ای فبرلیک. ای 15 مینوت میمونیم که دم گیرم. تو دیگه روشا درباره شاد خوندن ایرا 15 مینوت میمونه.